دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست آسمان بلند میکرد میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا تمحو عني واكتبني عندك سعيدا. بارالها اگر منو نزد خودت نوشته بودید که عبدالله ابن عمر شقی بدبخت محرومه، خدایا التماست میکنم شقاوت رو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا من جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی؟ اگر حیاتی است باید براش تلاش کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.